مکتب باختر با 98 سال قدامت از قدیمی‌ترین و با اعتبارترین مکاتب شهر مزار شریف به شمار می رود. آمرین لیسه می گوید که در سالهای اخیر گام‌های مؤثر در بخش‌های مورد نیاز این لیسه برداشته شده و بسیاری از چالش‌های عمده آن برطرف گردیده است. که ما تقریبا به چوکی ضرورت داشتیم، چوکی ها را آماده ساختیم، کتب مطالعه ضرورت داشتیم که تقریبا بیشتر از 800 جلد کتب با همکاری و سعی تلاش شورای مکتب به اختیار کتابخانه گذاشتیم. تقریبا بیشتر از 5 مدل بیولوژی و تعدادی از مواد کیمیاوی لابراتواری که البته به دسترس شاگردان قرار نداشت یا اگر داشت به مصرف رسیده بودن، ما تانستیم که این مواد را هم به زودترین فرصت آماده بسازیم و به اختیار شاگردای خود قرار بدیم. فراهمسازی چوکی، کتاب و مواد آزمایشگاه برای شاگردان، بیش از 40 تن از معلمان این لیسه در برنامه‌های ارتقای ظرفیت اشتراک کردند، موضوعی که به باور مسئولان نقش قابل توجهی در بالا بردن کیفیت تدریس دارد. پالیسی امارت اسلامی افغانستان در بخش معارف و سطح بلند بردن سطح ارتقای معلمان تلاش های بدریغی را کشیدن و انشالله تلاش ها در جریان هستند، تلاش ها کشیده میشه تا اینکه ما بتانیم معلمین را تحت آموزش ورکشاپ ها و سمینارها بگیریم. در سال جاری تقریبا به تعداد بیشتر از 40 معلم ما در سمینارهای مختلف اینها استقامت دهی شدن، برای از یا زمینه مساعد شد. یک تعداد معلمین ما از طریق انکشاف مسلکی معلمان در سمینار توظیف شدن، یک تعدادش از طریق مدیریت محترم ساینس ما معلمین ساینس در سمینارها معرفی شدن. چنین یکی از آموزگاران این مکتب با ستایش از برنامه‌های عملی شده از سوی مسئولان امارت اسلامی در بخش معارف تعهد می-نماید که در راستای تعلیم و تربیت نسل آینده از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. که برای هموطنان خود، برای همشهریان مزار شریف، برای اطمینان میدیم که انشاءالله ما به عنوان عسکر معارف خدمتگزار هستیم و تا حد توان خود انشاءالله که در این بخش خدمت رسانی خود کردیم. گفتنی است در لیسه باختر شهر مزار شریف دست کم 7500 شاگرد مصروف آموزشند که از سوی 180 معلم تدریس می شوند.